قلم تقدیر نرفته باشه هیچ معلومه ایره فراموش نکنیم که حضرت عمر وقتی که خنجر میزنن حضرت در بستر مرگ بدین که عبدالله بچه‌شان گریه میکنه میگه عبدالله بیقراری نکه بچم چی زیر نوشتگی باشن او را تو میبینی همین را نوشته بدین در من که امروز من ترور کردن امروز من تیغ زدن چی زیر نوشتگی نباشه تو یا نمیبینی اول می نویسن گو با کارا میکنن اینا خدا در تقدیر موت نوشته بده بچم گریه نکه بسیار روزی شوی تقدیرت برای همین خداوند اول می نویسه با او را چیکار میکنه با عمل میشوه چیز بالای ما ای غم میبیو ای آفت میبیو ای کلفت میبیو ای خرسندی میبیو حتی یا خندیدن یا میجا حتی یا زیقشتن یا میجا همش قلم تقدیره همش قلم تقدیره آدم میگه کو بسیاری ها ای من آفرنده تقدیرم خودمم همش خودمم کنی را در کرسی بالاشین که من حاکمم گوه پیش خودم کنی را کرسی کسا گیر کنی را جوش تشین بعد تو آفرنده تقدیرت باشی کنی را یک انسان نگو که من فلان کشور در رهبر میشم کرسی را میمونم تا کنی را جو یک انسان گیر یا حولی یک از درو او که من همه روز تقدیر ما آفریدم همه حولی تا ایمان های همه کار کردن نمیتونی همه چی برادر در تقدیر مونای کسی بلند میشه کسی پس میشه کسی گدا میشه کسی ثروتمند میشه کسی پادشاه میشه کسی گدا و مقصد خاک زمین میشه این همه تقدیر مونای فقط ما اختیار داریم یگانه بند مخلوق در بین 18,000 عالم الله او را اختیار داده این آدم های یگان چیز خدا دیگر اختیار نداده شیر چخل کلان میشه چند تا گودک میکنه کدام گودکش میخواه میخره میکشه کدام شیری دیگر ضرر میرسانه ده همه رو شیر حقه اما آدم خیلی نیست آدم ده خدا اختیار داده گه اختیار میکنی جنت میری اختیار میکنی دوزخ میری ایروی انمی اختیار خدا مجبور نمیکنه ما اختیار داریم برادران میخواستی جمعه میومدی نمیخواستی نمیومدی انا میخواد خدا ما رو محاکمه میکنه چی کار غیر آدم چیزی میکنه درسته ما مکلفیم این چیارا ناز درک کنیم فردا ان شاء الله تبارک و تعالی جمعه دیگرمون در همین بابت صحبت میکنیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بالای کورپچه نشسته بودن و گپ میزدن میگفتن همون روزی که پروردگار آدم خلق کرد تمام چیز زندگی در کارش بود آورده در عقل و ذهن آدم ماند آدم گفت ملائکه قد یک گپ زن ایجاش خست گفت همین کورپچه منم همون روز در ذهنش مونده بود انما آدم پدر مونه حالی کورپچه یگان چیز دنیا وجود نداشته در عالم بالا خداوند در تار عصبش مونده بوده که انمی خمیشن فرزندایت اون مردمایی که اختراعات پیش رفتن و یا در عالم بالا تقسیم شده گیه همون مردمایی که دستشون نمی بیایه و یا در عالم بالا تقسیم شده گیه ایده باید تنتیم همین قدر دنیا پیش روی بین همین قدر دنیا امروز اختراعات داره پیش روی داره همین قدر کلاسیکای ما قلم گرفتن دنیا را در نظم شعر گفتن ما دادن تمام دنیا را تا قیامت سیر شد در شعر کتاباشون گفتن اما عقل یک آهن به دو بالون مقصد دیگه ورید کردند و کفشرگری کردند نیومد و خدا این بالا تقسیم کرده یوخی یا آدم اصلا نه ادبیات داره یا آدم اصلا نه قلم داره امروز کیهان برآمده رفته است و خدا همون خدا داد این خدا تقسیم کرده گیه برادر پروردگار مردم میره که انمی خیلی تقسیمات بزرگی داد در همین مقصد دیگه ذهنی و یا انمو رو حضرت عمر میگه همون روز خدا آدم خلق کرد و علم آدم اسماء کلها تمام زندگی تا قیامت چیزی که هست گفت در مینه سرش ماند در فرزنداش تقسیم شد این باید ما تنتیم یک مردم در خدا زیبایی داده یک مردم در خدا صنعت داده یک مردم در خدا زوری داده یک مردم در دانایی داده یک مردم در علم داده یک مردم در سودا داده این خدا تقسیم کرده گیه همه معلم شیمی شدن نمیتونه همه معلم فیزیک شدن نمیتونه همه دکتر شدن نمیتونه همه برادرها استاد شدن نمیتونه پیغمبر آمده لیکن همه مسلمان شدن نمیتونه پیغمبر برای مسلمان کردن آمده پیغمبر چیکار داره زوادی موده پیغمبر چیکار داره فابریکای موده پیغمبر چیکار داره تمامی پیشروی موده من کرده اصلا نه تا گوشت خوک نخور زنا نکن ظلم نکن اوتات حرمت کن مسلمان کنی آمده رسول الله
و چیکار داره پیشروی مودا؟ یگان جا دا پیغمبر زیدی پیشروی گفت زدگی های، یگان جا دا گفته که همین کارا نکنه. و علم پیشروی دا کردن گیر، فقط ظلم نکر، حرام نخور، ناحق نگرد، به انصاف نشو. انا این در رسول الله گفت زده. هر نماز ما میخوانیم که التحیات لله و الصلوات و الطیبات، این شب معراج با رسول اکرم نازل شد. این دعا آمده عرش الهی، معنیش همینه که التحیات لله و الصلوات و الطیبات. معنی التحیات همین بوده که ملک پادشاه است، عظمت بزرگ است، البقاء دائمی و زنده است، و سلامت من الآفات، تمام بلا آفات و سلامتی را وای میتیه، بلا آفات رو برطرف میکنه. معنی التحیات همین بوده. هر نماز ما التحیات میخوانیم، معنیش همینه که خدایا تو بر وقتی در عرش و در قلم و در کرسیت همه اینا در لوح ما را تقدیرامون رو نوشتگی، همش توی التحیات لله و الصلوات و الطیبات. هر روز بزرگی و قدرت، آفت و بلا، رفع کننده و دور کننده بلا، آورنده بلا و آفت، همه این ای درگاه الله به قلم تقدیر میرسه. این عقل ما درک نمیکنه آخه بزرگی تره. او چیزایی که تو داری ما او را هیچ درک کردن نمیتونیم. تا همین خیلی قدرت ها داری، همین خیلی مخلوق ها داری، ما کیم که در پیش قدرت خدا هیچی نیستیم. این همین زمین تا آفتاب بره که ما با چشم میبینیم، هر روز آفتاب با چشم میبینیم. امروز علم اثبات میکنه، میگه با انسانی که آفتاب با چشم میبینه، اینجا نه قرآن و نه سنت، اینجا تمام اسرار فیزیکا گفته است که همین آفتاب که شما با چشمتان میبینه، همین آفتاب ای زمین یک محرک در کار، یک همین حرکت کننده در کار موتوری که از روی 300,000 ابرا در یک ثانیه روا 2.5 میلیارد سال به آفتاب میرسیده. ولی ما هیچی را نمیدونیم ای علمی او. ولی پیش پیغمبر خدا می آمدن میگفتن متى تقوم الساعه، همین قیامت تو میگی کایمه بیا، کایمه شوا. و همین آفتاب را ولی ما با چشم میبینیم در این قسال در کار بوده. همین آفتاب را رسیدن نمیتونیم ما، ولی قیامت یک صبح میبیاوی و یک روز میبیاوی. ارزو نکن یکی از قیامت ها آمدن عزرائیل بالای بالین ما. هر روز آدم مرده است، همین قیامت نیست. ما دو نمود قیامت داریم، قیامت خورد همون روز ما را در لحد میمونن، همین باور نداریم. همین دم باور نمیکنه که سر میبیاید. همین ما باور نداریم مردن خمونده یکی میبیاوی، یک صبح جمعه میبینی که قیامت سر شد. متى تقوم الساعه، پیش پیغمبر خدا میبینی پیغمبر خدا قیامت کی میشوه؟ جناب پیغمبر نگاه میکنه و قیامت هم میپرسی تیاری چی داری در قیامت؟ قیامت پرسیده است چی تیاری داری؟ میگه همین است، میگه اینی اقیم الصلاه، 5 وقت نماز میخونم، حججت البیت، حج زیارت کردم، ادیت الزکات، کم کم صدقه میتیم، با همش میله. از همه این چیز مهم همینه که من خدا و پیغمبر را دوست میدارم. جناب پیغمبر میگه نظر کرده گفت چی؟ تو خدا و پیغمبر را دوست میدارم. تو در قیامت کسی را که دوست داری قطعی اول میخیزی. برای همین قیامت وقت میپرسیم ما چی تیاری داریم؟ صبح قیامت چی تیاری داریم؟ این صحابه به همین 4 کلمه گفتگیش چیکار کرد؟ یعنی که رفیق رسول اکرم شد. 5 وقت نمازش میخونده، صدقهش میداده، حج کرده، گفته خدا و رسول دوست میدارم. گفته فردا همین حالت ده، گفته تو فردا چی؟ قطعی ما در جنتی. و این الله تبارک و تعالی، اکنون این بحث من درباره لوح و قلمی که خدا خلق کرده او را لوح المحفوظ میگن. خداوند در حدیث قدسی گفت انا الله لا اله الا انا، من پروردگار الله شما، غیر من الله برحق نیست. من لم یصبر علی بلایی، کسی در بلاهای من دادگی صبر نمیکنه بنده هام. و من لم یشکر نعمایی، کسی در نعمتهای من دادگی شکر نمیکنه. و من لم یرضى بقضایی، کسی در قضا و تقدیر من راضی نیست. فلیتخذ ربا سوایی، غیر من را سراغ یک خدای دیگه. همین کارا در نیست گفت رو یک خدای دیگه یا یک کارش بود کنه.
یعنی حدیث قدسی بدای و مثل همین سخن خداوند در جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر داده که جناب پیغمبر گفت قدرت المقادیر، تمام تقدیرها اندازه کرده شد و دبرت التدبیر، تمام اندیشه ها اندیشه کرده شد و احکمت النسخ، نسخه ها حکم و پیچت کرده شد و من رضی فله رضا منی حتی یلقانی، کسی که راضی باشه ای منو تقدیری دادگی من فردا خطی من وام اخرم. هر کسی ای الله راضی باشه ای زندگیش راضی باشه فردا الله خطی انا میخوام وام خورده که من تو راضیم. برادر ما بنده خداییم، فقیریم، تنگ دستیم، قشاقیم، کمبغلیم، بیماریم، بویم، میلیاردریم، در همه حالت ما ای تقدیر الله راضی بودند فردا خدا خطی وام خوردیم. گفتم فقط خطی من وام اخرم و من سخط فله سخط منی حتی یلقانی، کسی من شک کنه، کسی من غضب ما بیدار کنه فردا خطی من وام اخرم، غضبی من خطی وام اخرم. ما کار کنیم برادرها ای تقدیرامون راضی باشیم، ای تقدیرامون راضی باشیم. رجب 4 ماه هست که خداوند او را در بین 12 ماه حرام اعلان کردگی است. مقصد از حرام چیه؟ قابل حرمت ها. هر کسی اگر گناه در هر دیگر ماه ها کنه یک عذابش نویسند. کسی گناه در ماه های حرام میکنه، ذوالقعده و ذوالحجه، محرم، بعد از او رجب، کسی در این ماه ها گناه میکنه گناهی او را از 70 تا 700 درجه میبرند. برای چی؟ مهمانی خدا را پامال کرده. یا مهمان بیاید به حرمتیش کنی چقدر آدم خجالت میشه. این ماها ماهای خدا. زن در بیت المقدس هر روز وظیفش انا همین بود است که 12,000 مراتبه قل هو الله را در ماه رجب میخونده. خوب زنای به دیانت بدیان 12,000 مراتبه قل هو الله احد میخونده در ماه رجب و کانت وظیفش این بوده که یک لباس مخصوصی پشمی میپوسه، رنگ نمدباری لباس عبادتی میپوشیده فی رجب کلیه، در همه رجب. فمریضت کسل شد و اوصت الی ابنها، بچه‌ش خیرات کرد و وصیت کرد به ان یدفنها مع صوفها، و نشو من کفن پوشونی من انمی لباسم قدی گور میکنی، من انمی لباس پشمینیه که در ماه رجب میپوشیدم همین قدی گور میکنی. اما بچه‌ش میگه وصیت مادرش اجرا نکرد. فکفنها، کفنش کرد بثیاب مرتفعه، با یک لباس بلند مرتبه سفید کفنش کرد. فرآها فی منامه، در خوابش دیدش. بچهش مادرش بعدی در گور ماندن گفت ایت من راضی نیستم بچم وصیت عملی نکردی، ما روزیگیر ایت گرفتیم راضی نیستم بچم. خیس میگه و حیران شد که چیکار کنم. در حال آمد میگه و چیکار کرد، حیران شد، قبر نبش کرد کافت که در این حالت هیچ کس نیست در گور، در لحد کسی نیست که امجد اقلا کفن مونا برامده روا. آمدید که هیچ کس نیست، همون لباسی عبادت زده مادرش آورده. در این حالت دید حیران شد، از وهم و ترس میگه گور پوشاندنی شد، بجا که تیز میگه گور محکم کردنی شد. فسمع ندای، از صدای فهمید درون لحد اما علمت انا من اتانا فی رجب لا نترکو فی القبر فردا وحیدا. بفهم ای جوان بگو به مردم کسی ما را در ماه رجب اطاعت و بندگی کرد ما او را با جسدش میبریم، ما او را تنها نمیمونیم، او را با جسدش میبریم. این میگه در همین زمین قدس شریف این ماجرا را میگه غزالی آورده که بزرگا دیدن. برای همین این ماها برادرها به خودش فضیلت داره، ساعتها به خودش فضیلت داره. میگه مادرش ندید، برای چه همین خلاف است. ان ثوبان روایت میکنه میگه کنا نمشی مع النبی صلی الله علیه و سلم فمررنا بمقبرتین. حضرت ثوبان روایت میکنه که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک قبرستانی میگذشتیم، پیغمبر استاد، بعد از او بکا شدیدا سخت رسول الله گیره کرد. بعد از او گو ای ثوبان این مردم در قبراشان در گرفته استیم،
این مردم در گوراشون سوخته استیان. من دعا کردم خدا عذاب از گوراشون گرفت. معلوم اگه گوری مسلمان ها بوده است. بعد از او میگه گو ای ثوبان اگر لوسام و هاولائی همین مردمی که گوراشون سوخته است یک روز رجب روزه میگرفتن یک شوش نماز میخواندن خدا اینها در عذابی گور حلال میکرد. یعنی که کسی که اگر یک روز رجب اگر روزه میگیره و شوش نماز میخوان خدا قبر اینها در فتنه نمیآورد. اکنون رجب روزه و رجب شب دعاش فهمیدین چی بوده؟ این دارو، این یک تیراک، این یک آب نجات برای عذاب قبر بوده است. فرق ما نمیدونیم پگه گورده چی گپه سبوک میکرده اونجا را. فقلت یا رسول الله ای فرستاده خدا یک روز روزه یک شب عذاب قبر من میکنه؟ بله ای ثوبان والذی بعثنی بالحق نبیا قسم به نام آن خدایی که منو به پیغمبری دعوت کرده ما من مسلم ولا مسلمت هر مسلمان مرد و مسلمان زن یصوم یوما من رجب یک روز رجب روزه گیره یک شوش خیز به خاطر خدا نماز خانه پروردگار این شب و این روز او را برای او شفا و دوری از عذابی گور در قبر میگرداند. این حدیث امام سیوطی روایت کرده است. از ابو درداء روایت آمدگی بود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بودند کسی که اگر یک روز رجب روزه گیر از روی اخلاص و شهر الله بدنش پروردگار او را یک سال روزه نفلگیر می نویسند. و کان له بصوم کل یوم مثل ذلك اگر هر روز روزه گیره. زیرا که رجب روز هست که اگر شما در این روز روزه میگیره از آسمان ندای ما می آمده است ابشری یا ولی الله بی کرامت العظما ما تو را بشارت میتیم رحمتیم تو یک بزرگترین حرمت داری نزد پروردگار ده. و سقاه الله عند موته شربتا فیموت ریام اگر تو وقتی مردی هیچ محل دهنی تو تشنه نمیمونه وقتی مردن ده و زبانی تو دهنی تو از آب ریان نوشیده می شود در قبر تو ریان آورده می شود از قبر تو بوی ریان می براید اگر تو مردی به همین عمل جای تو جنتی هست که نام او ریان است. چگونه که روزگیرها می درایند روزگیرهایی که در ماه شریف رمضان روزه می گرفتند اینها هم همچنین زیرا این که رجب شهر الله است دم به دم بیایند شعبان این ماه رسول خدا است رمضان ماه امت رسول اکرم است ببین که دم به دم همشون چخل می بیایند. برای همین این روزا را غنیمت دانیم از دست ندهیم این روزا را غنیمت دانیم از دست ندهیم اینا که بالای سر ما آمده ایستاده.